سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد، چون کاری که فوتبال بازان کشور کردند تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله چهارگانه‌ای جام آسیا 2023 و جای گرفتن در میان 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ درباره همین مسئله صحبت داریم با علیشیر امینوف، متخصص ورزیده فوتبال که طرح برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشیر، اول نظر خود را درباره هنرنمایی فوتبال بازان تاجیک در قطر میگفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند؟ Прежде всего, это исторический успех сборной, которая вышла впервые в финальную часть Кубка Азии. پیش از همه یک دستاورد تاریخی تیم ملی است که بار اول به مرحله اساسی جام آسیا راه یافت و می توان گفت که در جام آسیا شور بپا کرد. از گروه خود که گروه قوی بود به مرحله چهارگانه‌ای راه یافت. تیم امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از آن فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می‌خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصان را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کاری متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه ها هم می توان گفت که تیم یک دل بودند. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد. Тренерский состав, команда, и это ощущалось в процессе всего турнира. به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادن در بازی آینده بین المللی نشان بدهند؟ Ну вот здесь вот мои эмоции заканчиваются. اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کاری ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال بازان موافقت نمی‌کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکان جدی می شود. Достаточно серьезный импульс в развитии и в всей отрасли футбольной. من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضع فوتبال رو تحقیق کردید، طرح برنامه رشد فوتبال تاجیکستان را هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟ Ну, на самом деле футбол это сложная отрасль. И когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам. در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه‌جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیر رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم. برای همین چی می توانم گویم؟ اول اینکه من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را میدانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتب مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100% آنها تنها 15% امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح‌الدین غفورov رهبری میکند، می توانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است.
آنها طرحهای فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال داخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند. به آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش می رویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکزی شکسته‌بندی و ارتوپدی مسکو است. بغیر از این باید تاجیکستان مرکز عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روانی آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته‌های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشته آنکه در دسته‌های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تأسیس کافدره مدیریت در ورزش از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این 2 سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدانهای ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تأسیس کافدره حقوق ورزشی را در زمینه فاکولته حقوق شناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا این گونه متخصصان حقوقدانهای فوتبال کمیابند و این به وضع مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر میگذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظام 3 سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته‌های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزاب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته‌های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می‌خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان‌های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمر آور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته ها پول کار کردن نمی توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریبا درآمد ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده می تواند که از او بازیگر ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت می کند، بلکه می تواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسم خرجی را جبران می کند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال می پردازند. Ну и, соответственно, их продавать в более сильные лиги, европейские или азиатские. И тогда это позволит компенсировать часть расходов, которые тратят на клубы и государство, и непосредственно частный бизнес. در تاجیکستان واقعا حال فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشه‌های دوشنبه میدان‌های خردی فوتبال را می‌بینید. آیا همین میدان‌ها هم می‌توانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟ Но массовый футбол – это составная часть развития футбола. И чем больше количество занимающихся в Таджикистане будут связаны с футболом, то это придаст очень большую популяризацию игры. پیدا میکنید. می توانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدانهای خرد فوتبال در محله های نو دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عمومی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت میخواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باوری من رئیس جمهوری تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرفهای داخل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راههای حل آنها را بررسی کند. آنها باید سندهای خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد، من میترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
темпы развития футбола чрезвычайно высоки, и надо футболу Таджикистана успевать за ними. تشکر. علیشیر امینوف، متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال، با رادیو آزادی درباره هنرنمایی فوتبال بازان تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.